بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشاینده مهربان. خوش آمدید به چینل یوتیوب اینترودکشن. دوستان عزیز، با دنبال نمودن چینل ما شما با محتوای گوناگونی روبرو خواهید شد، از دنیای تکنولوژی تا جهان اسلام، از معرفی بهترین موتورها تا بهترین سرگرمی ها و دیگر هر آن چیزی که در فکر شما خطور میکند. پس اگر میخواهید از بهترین ویدیو ها مستفید شوید، همین حالا چینل یوتیوب ما را سابسکرایب نمایید و اگر از ویدیو خوشتان آمد لایک را فراموش نکنید. دوستان عزیز، در اولین ویدیو میریم سراغ معرفی اولین موتور جهان. خودرو یا موتر و یا هم به فرانسوی اتومبیل به وسیله نقلیه چرخدار گفته می شود که نیروی پویشی خود را از موتور به دست می آورد. نیکولاس جوزف کونیو از فرانسه در سال 1769 نخستین خودروی دارای موتور بخار را ساخت. امروزه خودرو در زندگی انسان نقش بسزایی دارد و بیشترین کاربرد خودرو در زمینه ترابری می باشد. صنعت خودروسازی بزرگترین صنعت تولیدی جهان است، به طوری که شرکت خودروسازی فولکس واگن در سال 2019 در هر ثانیه 920,000 دلار درآمد داشت. موتورها دارای کنترل های برای رانندگی، پارک کردن، راحتی سرنشینان و روشنایی هستند. در طول دهه‌ها ویژگی‌ها و کنترل‌های بیشتری نیز افزوده شده‌اند که آنها را به تدریج پیچیده‌تر کرده است. اینها شامل دوربین‌های دنده‌عقب، تهویه مطبوع، سیستم‌های نوآوری و سرگرمی‌های درون خودرو میباشد. این مینی خودروها نیز از بخش‌های اصلی دیزاین آن است. بیشترین خودروها در دهه 2020 میلادی توسط یک موتور احتراق درونی با سوخت‌های فسیلی حرکت می‌کنند. خودروهای برقی که در نخستین دوره‌های تاریخی اختراع شدند در دهه 2000 میلادی به صورت تجارتی در دسترس مردم قرار گرفت و پیش بینی شده بود که پیش از سال 2025 هزینه خریدشان کمتر از خودروهای بنزینی شود. تصویر که می‌بینیم اولین خودروی فسیلی جهان میباشد. شاید بتوان نخستین ایده مکتوب در مورد وسایل نقلیه را که بدون نیروی انسانی یا جانوران قادر به حرکت باشد در کتاب ایلیاد اثر هومر شاعر یونانی یافت. در بخشی از رمان ایلیاد هفاستوس یعنی خدای آتش و فلسکوری یک سه چرخه متحرک می سازد و از آن برای جابجایی استفاده می کند. اما در جهان واقعی این وسیله برای نخستین بار در سال 16 مبلغ مسیحی بلژیکی در چین طراحی و ساخته شد که توسط فشار بخار کار میکرد. این خودروی اولیه 65 سانتی متر طول داشت و به عنوان وسیله سرگرمی برای امپراتور چین ساخته شده بود. نخستین خودرو یا موتور واقعی با نیروی بخار که برای جابجایی انسان و بار به کار گرفته شد در سال 1767 توسط نیکل ژوزف کان فرانسوی طراحی و ساخته شد. خودروی کان می توانست 4 تن بار همراه 2 خدمه را با سرعت 7 الی 8 کیلومتر بر ساعت به حرکت درآورد. نخستین تصادف خودرو یا موتور جهان نیز با این خودرو در سال 1771 اتفاق افتاد. موتور احتراقی در سال 1860 میلادی به وسیله یک فرد بلژیکی به نام آتین لونوار اختراع شد. پس از آن روند تکامل صنعت خودروسازی تداوم یافت و در میان سالهای 1860 تا 1870 میلادی در اروپا
اختراعات مختلفی به وسیله چند تن از مهندسان انجام گرفت. سال 1886 به عنوان سال تولد موتورهای مدرن امروزی شناخته می شود. کارل بنز مخترع آلمانی در سال 1886 بنز موتور واگن را عرضه نمود. از سال 1908 که فورد مدل تی توسط هنری فورد طراحی و ساخته شد، به سرعت کالسکه‌های جای خود را به خودروهای موتوری دادند. نخستین خودرو با موتور برونسوز یک موتور کوچک بود که برای یک گاری کوچک نصب شد. این موتور را زیگفرد مارکوس در سال 1874 میلادی در شهر وین ساخت. موتور این وسیله نقلیه موتور بخاری یا موتور برونسوز نام داشت، اما به تدریج موتورهای برونسوز تبدیل به موتورهای درونسوز گردیدند. در موتورهای درونسوز مخلوط هوا و گاز در داخل سیلندر به وسیله جرقه محترق می گردد و حاصل این احتراق باعث ایجاد نیرو و در نهایت به حرکت در آوردن خودرو می شود که در تصویر همچنان این موتور را می بینیم. اما اختراع خودرو به کارل بنز نسبت داده می شود. او در سال 1885 موفق به ساخت نخستین خودرو با موتور احتراقی گردید.